کردوبیا پراجکت بنیادکا سربخو بوله کولین و سیاست کو جلای هجماره که امریکیان و کردان و حاتیه پیکینان مرماوی دزگهی پشتوانیا دوزا کردان لهر 4 پارچین کردستانه. بو گهاندنا پیام خول هفاتنک لبردم کنگرس امریکا هات پیکینان بورا کشانا بالا سیاستوان امریکا بو دوزا کردان و دانان سنگی و گواش لسر حکومت امریکا بو گهارین حویس خود درباره کردان. ترو رید کرو یه ناسیار بناوی خوی کردی سورو که بودمکی درش لباشور و روش آوا و باکور کردستان و هر وصال قندیل در بازکری 10 خالن داخوازین بنیاد خورا گهان که خالن سرکی داخواز جه کنگرسی و ریوبریا سروک باراک اوباما دکت راستا و خود چکی با حکومت هرما کردستان و شروان روش آوا اوین برسینگا تیرورا داعش دگرن پنیرد و ناو پارتیا کارکرین کردستان جلستا تیرور در بکد و حلوشاندنا اندامتیا ترکیا دناتو دا و شرمزار کرنا رژیم کمار اسلامی ایران لسر زورداری و حلاویستنا چالاکوان کرد. هر وسا داخوازا پشتوانی سرخبونا با کور و باشور و روشالات و روش آوای کردستان د دولت کا سربخو دا کرد. ترو رید کرو دبیجتن اگر امریکا چیروکا درست یا کردان بزاند او پشتوانیا کردان بکد. اف پروژه داگو امریکی چیروکا کردا بزانبن و پشگیریا وان بکن. اگر امریکا بریارکی بده بو حوال بندکی جخوره لروجلاتا ناوین و کرد بن. استرانک بو یک گرتنو پشتوانیا کردان جلای هجماره که اندامین کنیستا زایون یا ولایت مریلاند به دنگ جوش هاته پیشکش کرن که لگور اندام کاوی کومه مبستاوان را کشانا بالا خلک بیانیه اوین بو سیران سردانا باخچ نشتمانی یا نشنال مال برانبر کنگرسی دکن و هایدار کرنا وان لسر دوزا کردان و زورداریا لسر وان دیتا کرن لدم کرد هزا سرکین دشار دیجی تیروره اواگف لسر آرامیا جهانه. لیو جانسون باب اگج شروانه اوی لشنگال بریندار بو. اوی گود پیامگا خوش بری 2 هفته گهشتمن کنها کرم دشت به پیا بچد. My name is Leo Johnson. I'm from the Netherlands. ناوی من لیو جانسون جه هولندامه. از حاتمه ور جبرگو کره من بتوندی لشنگال بریندار بو و آلیه کیوی بوج بویه. لی جبری 2 هفتیان پیامک خوش گهشت دستی من. باور بکه یا نا او دکاره بریوه بچه. ماتیو کولسکی بریندار شهر دیجی داعش لدور شنگار دبیجتن از لبو سکدا بریندار بون پشتی امکتین برهیرشکا مزن. I was wounded on February 8th. از ده 8 ماه دیان ده سال 2015 از لشنگالی بوم. یک جه تیما کمینه بوم. دوی شوی ده امکتن بر ایریشک مزن ده. گله یک بیکیسی لمن کت. حوالتیریش لنزیکی 400 متری من هلگرتو مبر هیلا پاشین جشر. رخنکاتوند لسیاست امریکا و ریوبریا سر و باراک اوباما ها تگرتن. چارلز لینگرفیلد کاردار و چالاکبان و ماموستای بری لزانیگه ها امریکیا دهو که دبیجتن دوید حکومت امریکا پشتوانی راستاوخو یا کردان بکه. از دخوازم لنونر خواه لکنگرسی و بریا کنگرسی داخوازی ج امریکا بکم. بریارات دانا چکو تقننی راستو خوب و کردستان و پیشمرگه پسند بکن لی نبریا بغدای. بزاوی پشتوانیا کردان جلای چندین امریکیا و دیتا کرن. ایمی کرمانچ هفجینا کرده که باکوره و به دست خود دروش من چکدار کرنا کردان دنویسی. از او هفجین خود جناک سویل هاتین او کرده باکوره. از پشتوانیا مافد مروان و سرخبون هر 4 پارچن کردستان دکم. زور جوانه که اوه 18 ساله که خلک نکرد که پشتوانیا کردان دکن زیده دوین. اجبر که کلتور کردان تشتکه تایبته. بجدار بوین لحف هاتنه به سرودان اجتماعی امریکا و کردستان او پشراس کرنا داخوازیان خوش حکومت امریکا به 2 ماهی کات. خالد فتاح دنگ امریکا. Whose broad stripes and bright stars